مسیح برای همه مرده است تا که زندگان دیگر برای خود زندگی نکنند، بلکه برای او زندگی کنند که به خاطر آنها مرد و دوباره زنده شد. دیگر ما کسی را از نقطه نظر آدمی بها نمی دهیم. اگر پیشتر عیسی مسیح را از نقطه نظر آدمی بها می دادیم، پس حاضر چنین نمی کنیم. این چنین معنا دارد که هر کسی که به مسیح تعلق دارد از نو آفریده شده است. آنچه که کهنه بود درگذشت و اکنون همه چیز نو شده است. همه این کار خداست. او به واسطه مسیح ما را با خود آشتی داده است. حالا ما را وظیفه‌دار کرده است که پیام با خدا آشتی شدن را به دیگران رسانیم. یعنی خدا به واسطه مسیح جهان را با خود آشتی داده گناه‌هایشان را دیگر حساب نمی کند و این پیام آشتی را به ما سپرد. ما نمایندگان مسیح هستیم و خدا به واسطه ما به آدمان مراجعت می کند. از این رو ما از نام مسیح از شما التجا می کنیم که دیگر همچون دشمنان خدا زندگی نکرده با او آشتی شوید. خدا گناههای آدمان را به دوش مسیح که کاملا بی گناه بود گذاشت تا که او ما گناهکاران را در یگانگی با مسیح بی عیب و راستکار اعلام کند.